سلام دوستای عزیز، وقت شما بخیر. دوباره یکی از ویدیوهای ما خوش آمدید. اینجا میگوییم که برای شما پیاز خام چه فوایدی دارد. فواید پیاز خام به عنوان یکی از ماده غذای مغزی و مفید در غذا استفاده می شود و فواید زیادی دارد، از جمله سلامت قلب. پیاز خام حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی است که می توانند به کاهش فشار خون و بهبود سلامت قلب کمک کنند. تقویت سیستم ایمنی. پیاز دارای ترکیبات ضد باکتریایی و ضد ویروسی است که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند. خاصیت ضد التهاب. مصرف پیاز خام می تواند به کاهش التهابات در بدن کمک نماید. حفظ و سلامت. دستگاه گوارش. پیاز خام به عنوان یک منبع فیبر و بهبود عملکرد دستگاه گوارش و پیگیری از یبوست کمک می کند. کنترل سطح قند خون. برخی تحقیقات نشان داده اند که پیاز می تواند به تنظیم قند یعنی سطح قند خون جریان بدهد. کاهش ریسک سرطان. مصرف پیاز خام به دلیل خواص آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی که دارد می تواند به کاهش خطر برخی انواع سرطان ها کمک کند. در کنار این فواید بهتر است پیاز را به صورت خام و تازه مصرف کنید تا بیشتر بهره وری را که از آن مواد غذایی است لذت ببرید. حتما این صفحه را شما لایک کنید و از ویدیوهایی که برای شما نشر میکنیم با خبر شوید.